به یک دشت پر از گل، تو به یک شهر طلایی، تو به یک دست پر از مهر، تو به یک عاطفه میمانی، تو به یک عاطفه میمانی، تو به یک دشت پر از گل، تو به یک شهر طلایی، تو به یک دست پر از مهر، تو به یک عاطفه میمانی، تو به یک عاطفه میمانی. تو به یک شام دلانگیز، تو به یک راز خجستان، تو به یک کوچه پراد، تو به یک عاطفه میمانی، تو به یک عاطفه میمانی. تو به یک دست پر از مهر، تو به یک چشم پر از مهر، تو به یک نور زرافشان، تو به یک عاطفه میمانی، تو به یک عاطفه میمانی، تو به یک دشت پر از گل، تو به یک شهر طلایی، تو به یک دست پر از مهر، تو به یک عاطفه میمانی، تو به یک عاطفه میمانی، تو به یک عاطفه میمانی، تو به یک عاطفه میمانی. لحن شیرین، سبک غیرعادی و سرودهای جذاب احمد ظاهر برای همیشه در خاطره ما باقی مانده است و از آنی که همیشه ما از او یاد میکنیم، از آنی که باز هم خاطرش زنده تر میگردد، آن است که همیشه پیروان و مخلصانش بازخوانی میکنند سرودهای آن کس را و کوشش میکنند که باز هم یاد و خیال و خاطره احمد ظاهر را در قلب و ذهن مخلصانش زنده نگاه داشته باشند. درود عزیزان، برنامه نوبتی خاطره ها است تقدیمتان و حالا ما با یک ترانه از احمد ظاهر برنامه را شروع کردیم و مهمان نوبتی در برنامه ما هستند سلیم شاه رحمت الله، مهمان از شهر ترمیز جمهوری به ما دوست و برادر ازبکستان، همراه گروه کسبی موسیقی از کشورمان. سلام، خوش آمدید شما. سلام. گفتیم که پیروان احمد ظاهر کم نیستند و این است که همیشه یاد و خیالش زنده میماند در ذهن ما، در خاطره ما. شما که با سرودی آن کس شروع کردید، مهر و محبتی پیروی کردن و نسبت به سبک و صدای احمد ظاهر از کجا پیدا شد؟ زنده باشید. اولین بار درود و پیام به تلویزیونی سفینه، به برنامه خاطره ها، آن شخصانی که این برنامه رو میبینم. درود و پیام به همه شما. سرودای احمد ظاهر این از آوان کودکی من
به قلب و روحی من پای در پای مجسم است. من که سرودهای احمد ظاهر رو از آوان کودکی بسیار میشنوم و پیروی میکنم. سرودهای احمد ظاهر این یک امر دلی من است. من از آوانی که کودک بودم، سنی 4 ساله 5 ساله بودم، در خانه مگنیتوفون اودیو بود. ما در آنجا بسیار کاسیت‌های استاد احمد ظاهر گرفته گوش کرده. مهر نسبت استاد احمد ظاهر در دل من هست. بله. و این سرود درشان هم یک سرود بسیار هم معروف و مشهور است که نفران زیاد دوست می‌دارند و تکرار به تکرار بارها حتی گوش میکنند این سرود رو. در مورد این سرود برایمان میگوید یک کمی که چگونه است، تا کجا شما اطلاع دارید در مورد این سرود اجرایشش؟ نام سرود عاطفه میباشد. این سرود به ضرب افغانی میگن، به ریتم 6-8-1 ایجاد کرده شدگی از رپرتوار استاد احمد ظاهر، یکی از دوست داشته ترین آهنگ ها می باشد برای من. بله. و خواستم برای مخلصان پیشکش کردم. یک اجرای بسیار خوب بود و بگوید در مورد آنه که شما چگونه این سرود رو آماده ساختید، کار کردید؟ چند سال ها شد که من این سرود رو آموختم. چند سال ها باز که 150-200 سرود احمد ظاهر رو میدونم، زمزمه میکنم. دیگرانش رو گوش کردگی هستم. حالا باز در فرصت داریم که یک ترانه دیگر بشنویم. در روی خط نوبتی هم یک سرودی احمد ظاهر است. بله بله بله. کدام سرودش رو پیشنهاد میکنید؟ این سرود تو سنگین دل، آهنگ استاد احمد ظاهر، برای شما پیشکش میسازیم. مرحمت. بیایید سرود رو میشنویم، بعدم باز هم خاطره گویی میکنیم اطراف سرودها. مرا چون قطره اشک ز چشمم دا خودی رفتی، مرا چون قطره اشک ز چشمم دا خودی رفتی. تو هم اینا زنین قدر مرا نشنا خودی رفتی. تو سنگین دل مرا عشق تو فارغ کرده بود از دیگران، اما مرا عشق تو فارغ کرده بود از دیگران، اما تو سنگین دل ز من با دیگران پر داختی رفتی. تو سنگین دل
ز چشمم را تو به آشنایی وصف یاشیاش ز چشمم را تو به آشنایی وصف یاشیاش تو هم زین خانه تاریک و بیرون تاختی رفتی تو سنگین دل مرا چون قطره اشک ز چشمم دار خودی رفتی تو هم اینا زنین قدر مرا نشنا خودی رفتی تو سنگ دل تو سنگ دل تو سنگ دل در رپرتوار سرودهای احمد ظاهر اینقدر سرودهای خوب زیادند که ما نمیتوانیم از این میان یکی رو بهترین گوییم. هر کدام در نوبت خود بهترین هستند و این سرود رو که اجرا کردید باز هم یادی خاطره های خوب، یادی صدای زیبای استاد افتادیم. در این استودیو مخصوصا مهمانان زیادی داشتیم که از احمد ظاهر سراییدند، خاطره گویی کردند و هر کدام تعریف علاهیده خود رو داشتند. تعریف شما از سبک و صدا، از استعدادی احمد ظاهر، از مضمون بلند سرودهایش رو میخواهیم بشنویم. استاد احمد ظاهر اولا به شعر اعتبار میدادن. ما گوش کردگی هستیم، شنیدگی هستیم، یا دیدگی نیستیم، لیکن ما بسیاری هوادارای استاد احمد ظاهر، مخلصا میگن که استاد احمد ظاهر اولا به شعر اعتبار میدادن. شعر باید عالی باشد و در وسطی بلند باشد. من سرودهای احمد ظاهر را کوشش میکنم که بی خطا خوانم. سرودهای احمد ظاهر را خودش خطا خواندن این کاری نادرست است. باید همیشه جا به جا آهنگ باشه. همون استاد احمد ظاهر بسیارتر اسباب‌های تروبه، فلیتا، ارگانو کار کنندگی. ما باید به هر یک دیتیل خوش اعتبار دهیم که سرودی احمد ظاهر خطا نباشه. بله. چون شما از درستی اجرایش گفتید، واقعا هم حتی مخلصان، حتی آن مخلصانی که در جدای صنعت نیستند از احمد ظاهر میدونند که چگونه است اجرایش او و یک کمی خطا باشد آنها درک میکنند. مثلا سرودی احمد ظاهر رو با پرگی همه مخلصانش میدونند که چگونه است و نمیشود گفتی شما که یک کمی غلط اجرا کرد. بله. میخواستیم در مورد این پهلو از مسئله حرف بزنیم که شما همکاری زیچ دارید همراه موسیقی نوازان، همراه هنرمندان کشور ما، همراه تاجیکستان و کارهایتان نیز اینجا زیاد است. در عین حال با هنرمندی جمهوری استاد افضل شریف همکاری میکنیم. هنرمندایی که در بری من هستند شب و روز ما ایجاد میکنیم، همکاری میکنیم، هم نفس هستیم، هم قدم هستیم. یکی از آنها اکی بختیار بیانی میباشم و اکی فخرالدین جان و اکی احمد جان برادر عزیزی ما. بعضیا میگن که صنعتی هندو بود یا صنعتی مثلا افغانی بود، صنعتی ازبکی بود یا صنعتی ایرانی بود. این صنعت همش یک است. سرحد نداره. صنعت سرحد نداره. برای همین ما آهنگ هایی که باشه تر و تازه باشد باید گوش کنیم. از این شواهد میدهد که نه هر آهنگ رو من گوش میکنم، نه هر حافظ رو گوش میکنم. باید به درجه پروفسیونالی باشد. مثلا استاد احمد ظاهر، مثلا استاد کرامت الله قربانوف و دیگر ها، استاد افضل شادی، استاد جوربک مرادوف، برنا اسحاق مثال. من نه فقط استاد احمد ظاهر بلکه شش مقام گوش میکنم، جاز گوش میکنم، با ژانرهای جاز، بلوز گوش میکنم، راک گوش میکنم، ایران گوش میکنم، هندوستان گوش میکنم. تمام صنعتی که هست با من معقول میبود، پسند میبود گوش میکنم.
حالا فرصت داریم که یک ترانه دیگر بشنویم و از شما درخواست میکنیم که از رپرتوار سرودهای خودتون یک ترانه دیگر بهره مخلصان برنامه خاطره ها پیشنهاد کرده باشید. من یک سرود آماده کردم در این برنامه، نام سرود رشک. البته این شعر از یکی از شاعران بزرگی ما از ترمیز، از جای خودم، از بویسون، ارکی مقیموف هستند. همین شعرشان رو به من داده بودن که عبدالسلیم جان سلیم شاه باید همین آهنگ را تو زودتر ایجاد کن و ما به مردم پند کن ما گوش کنیم. همه کس کرده بودن و گوش کردن. آهنگ از آهنگ خودم بنده. البته این آهنگ هم به سبک افغانی است. تو را از ره میرم مان میبرم رشک، تو را از شر شیطان میبرم رشک، تو را از شر شیطان میبرم رشک. وجودت را نمی خواهم ببوسد، وجودت را نمی خواهم ببوسد. نباد و برف و باران میبرم رشک، نباد و برف و باران میبرم رشک. تو را هر جا هزاران دوست دارم، با آن شب زنده داران میبرم رشک. از آن شور شرر هایی که داری نمیگویم بیاران میبرم رشک. از آن شور و شرر هایی که داری نمیگویم بیاران میبرم رشک. زبان و لب تو شکر فشان است، ولی از زخمی دندان میبرم رشک. حسودی میکنم بر هستی تو، زیبالا تا بپا یا میبرم رشک. به هر یک ذرکی بر پایت افتاد، چو شاهد دستم شان میبرم رشک. به هر یک ذرکی بر پایت افتاد، چو شاهد دستم شان میبرم رشک. تو را از ره میرم مان میبرم رشک، تو را از شر
شیطان میبرم را وجودت را نمی خواهم ببوسد وجودت را نمی خواهم ببوسد نباد و برف و باران میبرم رش نباد و برف و باران میبرم رش نباد و برف و باران میبرم رش. سلامت باشید. گفتید که آهنگ خود شماست، آهنگ مال شماست و همین گونه پیخست کردیم که مثلا یک کم مایل داشت، مانندی داشت. این آهنگ نیست به آهنگ‌های احمد ظاهر الهام از همونجاست؟ گفتنی هستم که این آهنگ اصلا از آهنگ‌های استاد احمد ظاهر. بله. از کدام سروده بود، در کجا گوش کرده بودم، از همون سرود سرچشمه گرفته هستیم. بسیار آهنگاشو سالهاشو خودمون تبدیل دادیم. آهنگ‌های آماده زیاد دارید؟ بیشتر بله. آهنگ کار میکنید یا سرود اجرا میکنید؟ چگونه است؟ من خودش در ترمیز شهر در بویسون استودیوی ثبت آواز دارم. هم حافظی هم مطربی، هر دویش رو در یک مورد میبریم. گفتید که در تمام ژانرها سرودها را گوش میکنید و یک سبکی خاصه خود رو الکی پیدا کردید. تأثیری همین مثلا جهانبینی، جهاندانی از همه پهلو دانستن موسیقی است؟ چگونه است؟ یکمی در مورد سبک و اسلوبی که به خود دارید و پیدا کردید از کجاست؟ سبک و اسلوب از آنه که پدری منم حافظ هستند. شوق و هوسیم و رغبتیم و از همان آبانی کودکی بود. مایل به سرودهای افغانی، سرودهای ایرانی، هندوگی بسیارتر دارم. این سبکی که من حاضر کردم، این سبکی استاد احمد ظاهر به همگان معلوم است. این البته گون تقلید کاری نیست. من فکر میکنم که این یک پیروی است. بله. بسیارتر من صنعت های مثلا هندوگی، مثلا صنعت رگ دارد، بسیار گوش میکنم. استاد احمد ظاهر در یک گپشون گفتگن که تکرار نباشد آهنگ پیدا نمی شود. استاد احمد ظاهر هم سرودهای مثلا زلان، استاد زلان، استاد ساربان و دیگر بزرگان را خواندگی هستند. به همانها پیروی کردن و استاد یک راهی خود را پیدا کردن. ما مکتبی استاد احمد ظاهر همین قدر بزرگ است که در تمام گوشه کنار دنیا میبینید. توجه کردیم به این نقطه که بیشتر در سرودهایتان یک آرامی خاصه دیده می شود. و میخواهیم که حالا یک چند لحظه دیگر فرصت داریم. یک آهنگ در فرجامی برنامه است، برای بینندگان قرار است که پیشنهاد شود و درخواست میکنیم همین آهنگ رو با همین خداحافظی میکنیم، همراه تماشا بینیم. تشکر. این آهنگ لیلی جان است. آهنگ استاد احمد ظاهر است. با اکای بختیار، من اکای فخرالدین جان، برادر عزیزم احمد جان برای شما می نوازیم، برای مخلصان. مرحمت.
طبیعی است که ما همیشه در دوتاز هستیم، طبیعی است که همیشه ما کجای سفر داریم و این طبیعت انسانی است که نه همه وقت آرام هستیم و یکی از وسیله های رسیدن به آرامش گوش کردن سرود و موسیقی های بلند مضمون خوب است که سرودهای احمدزایی رو میتوان در شمار همین گونه سرودها گفت. دوستان عزیز، ما این شام در برنامه خاطره ها باز هم از هنرمند نوتکرار از ستاره شرق احمدزایی براتون گفتیم و مهمانی نوبتی برنامه خاطره ها بودند سلیم شاه رحمت الله، مهمان از شهر ترمیزی جمهوری ازبکستان، همراه گروه کسبی موسیقی. و این خاتمه برنامه است. ما براتون آرامش کامل و رفاه را تمنا میکنیم تا دیدار بعدی خیر.